امشب میخوایم جلوه دیگری از این رخدادهای بسیار زیبا و پرقیمت رو با مهمان عزیزی که در استودیو برنامه ما هستن دنبال کنیم و بشنویم حرفهای شنیدنی که حتما برای شما هم جذاب هست. مهمان امشب ما آقای حمید شیرانی هستند، از دوستان بسیار خوبی که افتخار میزبانیشون رو داریم. آقای شیرانی در یک مقطعی در واقع جزو پیروان جریان فکری وهابیت بودن و اتفاقات خیلی عجیبی در زندگیشون رقم خورده که انشالله فکر میکنم برای شما هم شنیدنی باشه. من فکر میکنم کسانی که چه موافق با دیدگاه این برنامه و جریان فکری که ما دنبال میکنیم به عنوان یک شفافیت عقلانی و اعتقادی، یا کسانی که تضادی دارن نمیپذیرن و مخالف ما اساسا شمرده میشن، من خواهش میکنم که اجازه بدید واقعا در پرتو این زندگی تعصب‌ها کنار بره. روزگار امروز ما روزگار تعصب ورزی‌های کور نیست. صحبت امروز ما نباید از جنس بی عمقی باشه. صحبت امروز ما باید مبتنی بر استدلال، عقل، برهان، انسانیت و اون چیزی که میتونه مسیر فراروی ما رو شفاف بکنه برای اینکه خدا رو درست بپرستیم. انشالله که در این مجال یک ساعتی که هستیم با این نگاه و با این ذره‌بین و به دور از هر گونه دشمنی و کینه ورزی به برنامه نگاه بکنیم و هر کسی به اندازه بضاعت و فهم و عقلانیت خودش انشالله برداشت خوبی از رهگذر بحث امشب داشته باشه. خوش آمدید آقای شیرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به بزرگی کائنات خدمت همه بینندگان این برنامه خیلی عالی شب‌های آسمانی و خدمت شما جناب دکتر خسروی و دستاندرکاران این برنامه. انشالله خدا توفیقی بهتون عنایت بکنه. خدمت خیلی موثری رو داشتین، انشالله که مثمر ثمرتر باشه. قربانتون. آقای شیرانی اهل کدوم خطه اید و یه مقدار از خودتون بگید بینندگان آشنا بشن. من تو شهرستان نیکشهر به دنیا اومدم، یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، توی خانواده بلوچ و زاده خانواده حنفی مذهب هستم. خانواده داشتم نسبتا مقید و مذهبی، خانواده بودن که از برادران خوب اهل سنت بودن، ولی من یادم از دوران خیلی نوجوانیم وقتی بابای ورود وهابیات تو شهر و منطقه ما بود، من وارد گروه های وهابی شدم. اونا اول با این نقاب خیلی خوش رنگ اومدن جلوی ما نسبت به اینی که ما میخوایم یک اسلام منطقی عقلانی، یک اسلامی که توش هیچ نکته مبهمی وجود نداشته باشه رو داشته باشیم. با این نقاب خوش رنگ اومدن و ما وارد این گروه ها شدیم و بعد از این مدت وارد گروه های تبلیغ جماعت شدم. به عنوان یک مبلغ وهابی عازم منطقه ها می شدیم، فعالیت می کردیم. تبلیغ وهابیت می کردید؟ من یادمه توسط یکی از دوستان که از مولوی ها و فارغ التحصیل مدارس سلفی بود، ایشون مدارک تحصیلی دوران دبیرستان من گرفت، قرار بود من اینا رو فرستادم، ترجمه شد که توسط ایشون عازم بشم برم تو کشورهای وهابی نشین تو مدارس حوزه علمی اونا تحصیل کنم که وارد دانشگاه های ایران شدم و حالا پس خیلی صحبتات بکنیم تو این مسیر. اجازه بدید که عرض سلام و ادب و احترام هم داشته باشم به مردم خوب و نازنین خطه سیستان و بلوچستان و مردمان بسیار بزرگوار و خوب بلوچمون که احتمالاً الان هم بیننده هستن و خوشحالم از اینکه این برنامه به برکت نگاه شما که حقجو هستید، همه کسانی که به دنبال مسیر حقانیت و حق هستند، توانسته شیعه و سنی رو کنار هم متحدانه قرار بده در مقابل یک جریان شومی که متاسفانه تلاش میکنه چهره زیبای اسلام رو مخدوش بکنه. شما اشاره کردید به اینکه بالاخره یه جریان وهابی اومدن و شما هم رفتید در تور اونها قرار گرفتید. چطور شد؟ یعنی اینها شما میفرمایید که اصرار میکردن به اینکه میخوایم یک دین زلالی رو به شما نشون بدیم و یک مبنای عقلانی رو به شما نشون بدیم و شما هم در واقع فریفته شدید به این اتفاق. بله، چون تعدادی از علمای منطقه بودن. اینا یه نکته مثبتی که من یادم میاد به این مسئله ذکر کنم، اینا یک جوری تبلیغ خوب بودن میکردن. این شخص من به عنوان یک نوجوان سطح علمی نداشتم نسبت به این که این آقا انقدر آدم خوبی بود، انقدر انسانیت مدار بود، از روی تبلیغ ظاهری ایشون من عقیده این سلفیت رو انتخاب کردم. یعنی اعتقاد داری که در واقعا اینها کاذب بوده؟ کاذب بود. ایشون
با هدفی مشخص به ما نزدیک شده بود. متوجه انقدر به عنوان یک رول، به عنوان یک نقش آدم خوب وارد جامعه شده بود، انقدر به عنوان یک انسان کاملا تمام عیار زندگی میکرد، به جوری که این آقا الگوی ذهن من شد نسبت به خدمت برای مردم. بله، من سطح سواد آنچنانی نداشتم که قبول کنم که آقا عقیده‌ای که از پدر و مادرم بهم ارث رسیده رو بذارم کنار و وهابیت رو انتخاب کنم. ولی این آقا انقدر آدم خوبی بود، من با نوجوانی خودم یه سوالی تو ذهنم اومد. گفتم این آقایی که انقدر خوبه، انقدرم باسواده، انقدر من ایشونو دوست دارم، امکان نداری یک عقیده باطل رو انتخاب کنه. و من چون نسبت به این آقا ایمان پیدا کردم، عقیده این آقا رو قبول دارم. بعد که وارد شهر خودم شدم، بعد از یه مدتی مهمانی پیش این دوستم، متوجه شدم خیلی از دوستای من وارد این گروه‌های وهابی شدن و خوشحال شدم. گفتم این مجمع فراگیر شده و حتما حقانیتیه که همه، خصوصا تعدادی از علمای منطقه سریعا ورود پیدا کرده بودن به این گروه. ما هم به تبع حمایت این علما جذب شدیم. آقای شیرانی، بعضی‌ها یک نکته‌ای رو مطرح می‌کنن، واقعا خود من نمیتونم قضاوت کنم که آیا این درسته یا خیر. شما خواهش میکنم با همه صداقتی که از اون برخوردار هستید اینجا بیان کنید. برخی نقل میکنن که جریان وهابیت افرادی که جذب میکنه سعی میکنه به یک مکانیزمی، به یک روشی شستشوی مغزی بده، یعنی باورهای او رو اول انسجام بده به یک نگاهی که خودش میخواد. این واقعیت داره یا نه این یه حرفی است که مثلا برای تخریب وهابیت زده میشه؟ ببینید، نه، برای تخریب وهابیت نیست، این یه حقیقته. اونها یک آرمانهایی رو تعریف میکنن. مثلا چی؟ مثلا میگن ما میخوایم یک اسلام ناب رو داشته باشیم. اسلام ما اسلامی پاکه، مانند یک تکه نان تمیز که ما این تکه نان رو میخوایم به عرضه بازار وارد کنیم. گوشه ای از این تکه نان یک چیز ناخالص افتاده، یک تیکه کاغذ یا یک تیکه چوب افتاده گوشه این نان. اسلام پاک این وهابیته و اون چیز ناپاکی که گوشه ای از این نون افتاده شیعه است. چیزی که بعد من فهمیدم هدف کل وهابیت این بود. میگفتن ما میخوایم این نون رو وارد بازار بکنیم، تبلیغات خیلی خوبی هم داشته باشیم، ولی تا اون گوشه کثیف شده نون رو ببینن، این نون رو نمیتونن انتخاب کنن. ما اون قسمت ناپاک نون رو ور میداریم، میشه یک نان تمیز. اون میشه همین وهابیتی که ما داریم. اینو به جهانیان عرضه میکنیم و اونها اسلام رو به عنوان اسلام حقیقی که همین وهابیت رو اختیار میکنن. تا زمانی که شیعه وارد گروه اسلام هست، به عنوان یک ناخالصی ناپاک، یک اتیکت بد شده روی اسلام، ما باید اینا رو کنار بذاریم تا اسلام ناب رو به جهانیان عرضه کنیم. شبکه قرآن و معارف سیما.